سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. امروز با آموزش فید ریش که خودم برای خودم اجرا کردم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم که انشالله بتونیم یه چند تا نکته آموزشی رو به شما آموزش بدیم. بزنیم بریم سراغ اجرای فید. در ابتدا خزه رو بر میداریم و یه لاین مشخص رو ایجاد میکنیم و همونطور که ببینید کاملا توجه کنید که کاملا لاینی که میندازید تمیز و مرتب باشه و بعدم یک شماره یک بر میداریم با گارد پایین شروع میکنیم به اصطلاح زیر لاین صفرمون رو سبک میکنیم و توجه داشته باشید کاملا باید تمیز انجام بشه. بارها و بارها بکشید که طبق خوابمون ما کوتاه بشه تا به یه نتیجه خوب به فید برسیم. با تیغه تریمر گاردو میدیم وسط و بین خط صفر رو یکمون محو میکنیم. بعد شونه الحاقی 1 و 1/2 یا همون نیمو بر میداریم با گارد بالا ادامه میدیم به فید زنی و همینجور پیش میریم. خب دوستان، با قیچی لکه‌هایی که به اصطلاح میمونه یا جایی که روی خواب رو ماشین درست انجام نشد یا شونه کشی کردید و از بین نرفت، با قیچی بعدش لکه گیری میکنید. صورتتون رو مرتب تمیز میکنید با بروس که به اصطلاح هیچ مویی نمونه و هیچ اشتباهی رخ نده تا بتونیم یه فید زیبا داشته باشیم. باز اینجا با شونه یکونیم و به همراه دیجی سول از شما دعوت میکنیم با 4مین قسمت از سری پادکست های سبک میکنیم. از رسانه ملوبیت همراه ما اینجا هم که میایم ریشمون رو سشوار میکنیم شما رو به صاف بشه همش و بتونیم یه خط تمیز برای زیر ریش داشته باشیم. کاملا شونه کشی کنید، موهایی که بسیار کوتاه بلنده در یک راستا قرار بگیرن و با قیچی مرتب کات بزنید. خیلی آروم و آهسته پیش میریم و رو ریش هم میتونید با قیچی برای وزهایی که به اصطلاح فر شده یا وز شده با قیچی رو ریشا رو بچینید که به اصطلاح وزیشو از دست بده و یه ریش صاف داشته باشید. تا اینجا که فید ریشمون تکمیل شده، سیویل هم شونه میکنیم، میاریم پایین برای آبخوری ریش. دقیقا نوک سیویل رو به اصطلاح میگیریم، زیادتر نگیریم که لب بیاد بیرون. این مدل سیویل الان ترکیه و نیاز نیست کلا لبتون مشخص بشه. ژل بر میداریم، کلا جایی که میخوایم تیغ بزنیم و ژل میزنیم که راحت‌تر تیغ رو پوست حرکت بکنه و توجه داشته باشید تیغ که میزنید برخلاف جهت تیغ زدن پوست رو میکشید که پوست آسیب نبینه و راحت‌تر بتونید تیغتون رو بزنید. اگه پوست رو نکشید پوستتون ممکنه اصطلاح آسیب ببینه یا پاره بشه، بریده بشه.
خب بچه‌ها امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه و نکات آموزشی بیشتری تو ویدیوهای بعد کارتون میذاریم. ساب یادتون نره، لایک، سابسکرایب به دوستان معرفی کنید یه حمایتی باشه و ما بتونیم ویدیوهای بیشتری رو برای شما بذاریم. حتما هم یادتون باشه بعد تیر زدن افترشیو بزنید. بعضی پوستا حساسن، جوش میزنن، حتما بزنید که به اصطلاح پوستتون دیگه اذیت نشه و آسیبی نبینید. ساب یادتون نره. خدا نگهدار.